صدای یه برداشت معمولی نیست چون نه قرار نیشکر بسوزه و نه دود آتیش هوا رو آلوده کنه. برداشت نیشکر هر سال از اوایل آبان به مدت 100 روز کاری شروع میشه. امسال 70% این فرآیند قراره به صورت برداشت سبز انجام بشه. برداشت سبز توسط این دستگاه انجام میشه، هاروستر یا دروگر. همونطور که میبینید این دستگاه برگ نی رو قطع میکنه و راهی کارخونه میکنه. برداشت سبز اگرچه سخت و گرون اما روشی مدرن و کارآمده به لطف این غول آهنی. اگرچه این هاروسترها وارداتی هستند اما 85% قطعات این دستگاه بومی سازی شده و البته صنعتگران ما در کشت و صنعت نیشکر موفق شدن 6 عدد از این دستگاه ها رو با مهندسی معکوس در داخل تولید کنند. برداشت سبز بدون سوزوندن نیشکر سبب کاهش آلودگی هوا، حفظ منابع خاک و البته جمع‌آوری بقایای گیاهان میشه و این یعنی کشاورزی پایدار.